سلام. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم، ببینیم که از کجا بفهمم که همسرم چقدر دوستم داره. آیا اگه منو سورپرایزم نکنه برای تولدم دوستم نداره؟ یا اینکه اگه هر روز کلامی به من نگه دوستت دارم منو دوست نداره؟ میخوایم ببینیم جریان چیه. آیا اگه همسرم تولد منو یادش رفت، اگه همسرم از نظر کلامی به من کم ابراز محبت میکنه، یعنی منو دوست نداره و من باید از زندگی ناامید باشم؟ اول از همه میخوایم بریم راجع به زبان عشق صحبت بکنیم. ما 5 تا زبان عشق داریم. زبان عشق یعنی این که هر آدمی به یه روشی دوست داشتن خودش رو نشون میده. مثلا همسر من زبان عشق کلامی داره، میاد با کلامش، با محبت کردنش، با قربون صدقه رفتنش، با اینکه احساسات مثبت خودش رو به من نشون میده، میاد به من میگه که منو دوست داره. خب حالا ممکنه یه آقای دیگه‌ای زبان عشق کلامی نداشته باشه، زبان عشق خدماتی داشته باشه. چه کار میکنه؟ مثلا همین که فکر میکنه داره کار میکنه، تلاش میکنه، همه تلاشش رو میکنه، صد خودش رو میذاره که از نظر مالی خانواده‌اش توی رفاه باشن و از نظر و از دیدگاه اون آقا این رفتار یعنی اوج عشق و دوست داشتن. ممکنه یه آقایی، همین آقایی که حالا زبان عشق خدماتی داره، یه بار بیاد کمک همسرش ظرف بشوره، یه بار بیاد خونه رو کمکش جمع بکنه. از نظر اون زبان عشق یعنی خدمات دادن. حالا چه خدماتی دیگه بستگی به شرایط و جو زندگی خودشون داره. زبان عشق سوم زبان عشق لمسی و فیزیکیه. خب یکی ممکنه از نظر کلامی نتونه ابراز احساسات بکنه، از نظر خدماتی ضعیف باشه، کار خونه انجام نده، اما از نظر لمس و فیزیکی همیشه خانومش رو در آغوش بکشه، لمسش بکنه، بوسش بکنه، دستاشو محکم بگیره و از نظر اون یعنی این که وقتی من خانومم رو لمسش میکنم، تو بغل خودم میگیرمش، یعنی اوج دوست داشتن. زبان عشق چهارم زبان عشق وقت گذروندنه. وقتی که یکی با تو وقت مفید میذاره، باهات بیرون میره، اصلا زمان میذاره برای صحبت کردن با تو، برای حل کردن مشکلاتتون، برای اینکه تو بشینی باهاش صحبت بکنی، از نظر اون یعنی زبان عشقش زبان عشق وقت گذروندنه. و نه، یه سری افراد هم زبان عشقشون زبان عشق کادو دادنه. یعنی چی؟ یعنی که تولد میشه کادو میده، بی مناسبت برات کادو میخره، عید میشه برات کادو میخره، دوست داره با کادو خریدن برای تو عشقش رو به تو نشون بده. حالا هر آدمی ممکنه 2 تا 3 تا زبان عشق داشته باشه، ممکنه یکی 5 زبان عشق رو با هم داشته باشه، اما حتما توی 1 یا 2 مورد خیلی قوی تر عمل میکنه. پس نگاه کنی، یه چک لیست بزنین جلوتون، کارهایی که همسرتون براتون انجام میده، ببینین کدوم کارش نشونه عشقشه، ببینین زبان عشق همسرتون چیه. اما خب میخوایم بیایم یه سری بررسی های دیگه هم انجام بدیم که ببینیم دیگه اگه همسر من چه کار بکنه یعنی منو دوست داره. همسر که به تو توجه میکنه و با تو همراهی میکنه. مثلا اگه میخوای باهاش صحبت بکنی، گوشیشو میذاره کنار، تلویزیونو خاموش میکنه، شروع میکنه با تو صحبت کردن. این داره با تو همراهی میکنه. اگه تو به یه مشکلی برمیخوری، ناراحتی، یه مشکل خانوادگی برات پیش اومده، همسرت میاد شروع میکنه با تو صحبت کردن و اینکه میگه تو تنها نیستی. یا بچه‌ها خیلی وقتها آقایون توی اوج مشکلات خانم‌ها، برعکس ما خانم‌ها که اهل درد و دل کردنیم و میایم صحبت میکنیم، اون آقا با تو صحبت نمیکنه راجع به اون مشکل، بلکه حواست تو رو پرت میکنه و بحث و سریع عوض میکنه که تو بخوای به یه چیز دیگه توجه بکنی که حواست از اون مشکله پرت بشه. اما در هر صورت داره تو رو همراهی میکنه. اگه تو میخوای یه کاری رو انجام بدی، یه هدفی رو دنبال کنی، همسرت میاد تمام تلاش خودش رو میکنه که تو به اون هدف خودت برسی، که پشتیبان تو باشه، حامی تو باشه. اونجا میشه زبان عشق و میشه گفتن این که دوستت دارم. شاید کلامی نگه، اما داره با تو همراهی میکنه. این که اگر تو یه ناراحتی داری، میتونی بشینی با همسرت راحت صحبت بکنی، این نشونه عشقه. حالا اینجا میخوام یه پرانتز باز بکنم. خیلی ها میگن که من به محض این که میام با همسرم صحبت بکنم در مورد مشکلم یا ناراحتیم، همسرم با من بحث میکنه.
اینجا جا داره بگم که طرز صحبت کردن من و همسرم خیلی مهمه. خیلی وقتا من میخوام ناراحتیمو اعلام بکنم، اما میام به شخصیت همسرم حمله میکنم، اما میام کلی بهش توهین میکنم، کلی ناخواسته تحقیرش میکنم، با کنایه باهاش صحبت میکنم. اینجا من نمیتونم گفتگوی موفق داشته باشم. وقتی که من بتونم توی گفتگو کردنم احساس ارزشمندی به همسرم بدم و احساس ارزشمندی به خودم بدم و فقط بخوام درد و دل بکنم باهاش و ناراحتی خودم و احساس حالا خشم خودم، احساس غم خودم، احساس حتی حسادت خودم رو بیان بکنم، اونجاست که من میتونم درست با همسرم صحبت بکنم و مشکلاتم رو حل بکنم. همسری که دوست داره توی کارهاش از تو مشورت بگیره، جایی میخواید برید، خرید خونه دارید، چیزی میخواد بخره، معامله‌ای میخواد انجام بده، میاد باهات مشورت میکنه. این یعنی دوست داشتن. یعنی تو رو یه زن بالغی دیده، تو رو یه زن رفیقی دیده که میاد باهات صحبت میکنه. اما اگر هم همسرت اهل مشورت کردن نیست، نگی منو دوست نداره نمیاد با من مشورت کنه ها، مشورت کنه خیلی بهتره. اما ممکنه به خاطر یه سری رفتارهایی که تو و همسرت به خاطرش تفاهم ندارید، یا به خاطر نیاز به قدرت بالای همسرت، یا به خاطر ترس از سرزنش شدن، با تو مشورت نکنه. یعنی اینها عواملی هست که بودنش نشونه دوست داشتن زیاده و نبودنش نمیتونه نشونه دوست نداشتن باشه. پس شما یه چک لیست بذارین جلوتون، بنویسین طبق این رفتارهایی که گفتیم، ببینین همسرتون چقدر این رفتارها رو داره، زبان عشقش چیه و چطور میتونه بهت بگه دوستت دارم. اگر همه اینها رو نداره مشکلی نداره، اما اگر میبینی که نیمی یا بیشتر این ویژگی هایی که گفتیم رو داره، بدون همسرت خیلی دوستت داره. خیلی دوستتون دارم. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین یا دکمه مشترک شدن رو بزنین. فایل های بعدی بسیار جذاب تره. دوستتون دارم. خدا نگهدار.